بیا توی بای خانه کلن بچم بید پدر جون بید اینه پدر تانولی شکسته باشم نریخته اینه پیغامی نک خبری خوش گوش که چیکار کردیم آمدیم گوش بید خب بچم اینه پیش اینه ترس اومدم انا می خونه و در باغ ماشین همشه وصیت نامه به نامی بچم پرویز جان تمام اینه بگیه که بچه که جگیم کتی کلن و نویران نصیب تان کنه بگیه که اینه بگیه تشکر پدر تشکر خوش انا که بگو که منظورم یا خود دوری منظورم نفهمیدم منظورم یا خود دوری منظورم پدر خیلی نصیب تان کنک پروردگارک خب زورم بگو های شرط خودی سه باره کو بگو که اکو یک بار دیگه که من دلم قرار بگیره که مزورم یا تو دوری شما زور هستید پدر جان خود دو بار گفتی که مزورم کو وقتی که من میگفتم زورم اون لحظه دستان شما در روی کتفان من بودن و من از آن نیرو میگرفتم شما قوت دلی من هستید اما وقتی شما دستایتان را از روی کتفانم برداشتید از زوری من نشانی نموند آخر من به شما هیچم پدر هیچ داری بچه صدقه نصیبت کنه آفرین ترده